کسی که میهنت میکند و جسمش بخواد میشد. بعضی آدما میگن که میهنت جسمانی کند دیگه تیز اکار این ناتوری بود است. کسی که همین میهنت میکند جسمش بخواد شده عمرش دراز میشود. به مهنت زندگی خود را تصور کردن نمیتوانم میگوید سعیدبوی صادقوف 86 ساله. روزی نیست که این پیرمرد در خانه بیکار نشیند. پیوسته در صحنه باغ با شنانیدن گل و پرورش آن مشغول است. سعیدبوی امک میگوید خصلت مهنت دوستی را از زمان جوانیش آموخته است. همچون فرد مهنتکش به عید 1 می مناسبت خوشبینانه دارد. به قول خودش نتیجه کارش را سنه 1 می در روز مهنتکشان جهان احساس میکند. روز 1 مای ایدی مهنتکشان تمام جهان بود. همه کارگران مکتب خانه فابریک و کار میکنن کارخانه ها همشون قریب 1 ماه برای پرد ببراندن تیار میدن. در زمان شوروی. ثانی سحر به ساعت 8 باشد همه اینها ساعت 4-5 ببرانده الکی تیاری دیده کوچو میسازم. بیرق میگیرن. همشون با نوبت کارگرای کارخانه های پیش قدم پیش به میسادن. دیگه کارخانه ها عقیب مکتب بچه ها سپرس فیلم ها همشون منی کارخانه های محصولات میبرگی همین محصولات خودشونه بالی ماشین به نمایش داده هم پیش تریبون گذاشته گرام میگذاشتن. سعیدبوی صادقوف 37 سال در زواد استحصال ظرف‌های شیشه شهر لنین‌آباد امروزه کارگاهی لعل شهر خوجند کار کرده است. سال 1960 همچون باربردار و بعداً بریگادیر گروهی باربرداران کارخانه فعالیت کرده است. همان وقت او را با نشان سریسینگی 5 ساله مهنتکش ضربدار و افتخارنامه‌ها قدردانی کردند. او صاحب بیش از 10 نشان و مدال‌ها برای مهنتش میباشد. زمان تقدیم این مکافات‌ها سعیدبوی امک را به مهنت دلگرم کرده بود. 37 سال کار کردم. من دادم من به من نشاک udarnik 9 letke. Udarnik 11 letke. من گروشچیک بریگادیر گروشچیکوف لیلنباسک سکرتر زواد. پیش همین کالکتیف به میدادی نه. جیز دی استاده من می آدم من کاری حلال کردیش به همین من می های دادگی. یعنی شما روی بالام میشدین می کارتون با هم؟ البته روی بالام میشدیم. با دواینا کار میکردیم ده. پیرمرد نوابسته به سن و سالش بردم است. میگوید 60 سال عمرش را با دوچرخه سواری پسی سر کرده است. سالهای شوروی هم با دوچرخه به کار میرفت. حالا هم پیوسته با دوچرخه شهر را دور میزند. هرچند زمان شوروی مهنت ضربداری او را با نقلیات سبکرو قدر کرده است، ولی دور زدن با دوچرخه برایش موافق و بهتر است. این نوارها سال 2015 برداشته شده است. آن زمانی که بینای شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم در موضع کابینت شاهی بافی قرار داشت. قهرمان گزارش ما آن وقت هر روز با واسطه دوچرخه مسافه 8 کیلومتر را طی کرده به کار رفته می آمد. همین جوانی من عربی های میکنم. من همین سکرتری زواد به 37 سال کار کردم. همین به عربی رفته میبام. میرم. من همین اسمیه بیام اومدم کوچی میر و اسمی دایره و عربی میرفتم. این عربی بسیار فایده شده. چند خدی همین عربی های کنید سلامت تو همون خدا ناب نشود. برای همین من ماشین به سوار نمیشم. مرشود اتکی دارم میگذارد. ماشین به سوار نمیشم. همین عربی های کنیم بیام. مرحوم عبدالصمد واحدوف همکار امک سعیدبوی بود. آنها سالیان زیاد در شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم کارمند تکنیکی شده فعالیت میکردند. چند پیشتر عبدالصمد واحدوف این دنیا را ترک گفت. اما مصاحبه او درباره خصلت‌های بابای سعیدبوی صادقوف مؤثر و خاطرمان است. آنها در این محیط کاری چون دوست و برادر بودند و به همدیگر محبت و صمیمیتی بی اندازه داشتند. گرچند که بزرگ سال باشند هم سینشان به 80 رسیده باشد هم همیشه سرکارند، سرترددند، شخصی با غیرت هستند، شخصی که یگان لحظه عمر خود را بیکاره نمیگذرانند. دستشان گل برای گل کاشتن، برای دیگر زراعت‌های کاشتن همیشه مصلحت میدهند و خودشان فعالانه اشتراک میکنند. زحمت نفره را قدر کردن کاری بزرگ است میگوید سعیدبوی امک. پیشرفت کار حسی شوقمندی را از اعتبار خاصه میداند. بنا به گفته این پیرمرد اساسی پیشرفت فعالیتش این توجهی رهبریت است، زیرا در گذشته به صنف کارگر بیشتر اهمیت میدادند. کارش به نیا کرده
رفتارش به نیا کنه، هم کدام کار خونده باشد همون کارش نظر بگیرته، همونه برای دیربرداری کردن یگان مکافات میدادن یا من کارش باشد اگر یگان مدال یگان چیز میدادن برای همون روح بلند شدنی کارگر. ولی روح بلند شده با کارش دوچند میکسانه. новобаста аз он ки имрӯз санаи 1 май чун солҳои замони шӯравӣ бо тантана таҷлил намешавад, вале ҳамасола Саидбой Содиқов ин санаро бесаброна интизор мешавад. аввал ин ки санаи мазкур муваффақияту комёбиҳои гузаштаи ӯро пеши назар меорад. дигараш рӯзе пеш аз таҷлили иди меҳнаткашон яъне 30 апрел Саидбой Содиқов зодрӯз дорад. имсол бобои Саидбой Содиқов ба синни мубораки 86 солагӣ расид, аммо аз рӯи гуфташ аз меҳнат мондаву хаста нашудааст. гузориши мазкур аз бойгонии шӯъбаи иттилоотӣ гирифта шуд ва он соли 2015 аз ҷониби хабарнигор Ҳалим Ҷӯраев омода шудааст ки бозгоҳи зиндагии дирӯзу имрӯзи ин пирамарди нурониву заҳматкаш мебошад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.